هر دفعه که ما اروپا میاییم باز یک غوغا میخیزه که ما میاییم، ما میزنیم، ما میکشیم و اونم او وحشیگری هایی را که در افغانستان در 40 چند سال کردن، هنوز هم دل از یا سر مردم افغانستان یخ نکده. نه تو سر خدای ما گپ میزنی؟ در دیگه جای یا دیگه خدا از بنده خود دفاع میکنه، در اسلام بنده ها از خدا دفاع میکنن. هنوز هم ما سر بت پرستا خنده میکنیم. در خود قرآن که امینا ایمان داره گفته شده که محمد من از تو دفاع میکنم، برای دفاع از تو تنها من کافیستم. یعنی محمد از زبان خدا میگه که خدا برم گفت که رای نزن، هیچ کس کتت نباشه، من کتت هستم، از تو من دفاع میکنم. یا میگن که با قرآن ما ایمان داریم. خب اگه خود خدای شما میگه که ما از پیغمبر دفاع میکنم، شما سر پیاز کون پیاز کی هستین که والا سر قرآن گپ میزنی، سر محمد گپ میزنی، سر از او باز گپ ما خدا پت نکردیم. کلگیتان زبان دارین، بیاین حالا میشه گپ بزنین. امو کتا کتیتان مولایتان گم شده، چوچه کار یتیم بچه را در روی سرک مانده که برو دفاع کن. دفاع چطور رکایی کنیم؟ سب بری بکشه خیال از یا که یا پف میکنه و ما میگم هلالا طوفان آمد، هلالا طوفان آمد. ما 44 سال دیجه خودم مرده حساب کده آمدیم استاد شدیم. تو به این پفای درخت مرا خم نمیتونی. ما در سال اول پوانتونم وقتی که خیستم برای مبارزه نوشته کردم که من درخت نیستم که از ترس طوفان میخمد. تا امروز هم امت بوده. باز اونمو یک شعر زیباست که ما گر از سر بریده میترسیدیم، در مجلس رندان نمیرقصیدیم. ما در این میدان هوشیارانه آمدیم و ما برای خود نامدیم، برای فامیل خود نامدیم. دمی 44 سال ما به خاطر دفاع از ناموس اون تو خودت جنگیدیم و ما برای هوشیار ساختن خودت. اگر نه ما خودم خوب صحیح میفهم دیگه چی حاجت است که جا بیایم. دلم به وطن مردم میسوزه که دنیا در کجا رسیده. او روز ماندم که در دنیا آل آفتاب مصنوعی میسازن. ما دینمی بند ماندیم که دین ما است که والا کفارت کنیم، والا کفارت که سر دین ما نباید گپ بزنه، سر خدای ما و سر رسول ما. بنان هم وطن عزیزم از کله پوچت ای چهار مغز بیرون کو، از کله پوچت ای چهار مغز پوچ بیرون کو. با ای کجا ما رسیدیم؟ در 44 ساله که تو از خدا دفاع کردی و محمد و قرآن و مردم ها را چور انداختین و زدین و کشتین تا امروز چی به دست آمد؟ چی شد؟ که از این دین در کجای دنیا مردم آرامش زندگی جور کرده؟ چی شد؟ ما و شما در 1400 سال چی شد؟ امو خراسانه که سرزمین آفتاب بود دیگه درش یک دانه چراغ خرد مال نمی درخشه از برکت از این دین عقب گرا. اینمی دین پر از قتل، کشتار، تجاوز جنسی، دوزی از محمدش گرفته تا علیش، تا ابوبکرش، تا عمرش، تا کلش. بیای هر کدامت که میگه نه خب من از روی کتاب میگم، این قرآن میگه، بیا قرآن کت میخوانم. سیرت رسول الله را که مهمترین کتاب از در تاریخ اسلام، بیا این کتت میخوانم. صحیح بخاری را میگی؟ نه بیا صحیح بخاری را کتت میخوانم. ولی از شرم کلیت بالا بتانی.